از دیده شدن، ترس از متفاوت بودن. گاهی وقتا آدم برای اینکه دیده نشه، برای اینکه تو جمع گم بشه، خودشو شبیه بقیه میکنه، همرنگ میشه، حل میشه توی اون جمع. نه به این خاطر که نمیتونه متفاوت باشه، برای اینکه نمیخواد سنگینی انتخاب و مسئولیت رو به دوش بکشه. چون آزادی فقط قشنگ نیست، سنگینه، مسئولیت داره. ولی واقعا انسان بودن یعنی چی؟ یعنی مسئولیت خودمون رو بپذیریم، حتی اگه این پذیرش ما رو تنها کنه، طرد کنه یا باعث بشه جامعه به چشم یک آدم عجیب به ما نگاه کنه. هممون از بچگی شنیدیم که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. دقت کردین این جمله یعنی چی؟ یعنی خودت رو فراموش کن، فقط برای اینکه تو حاشیه امنت بمونی. اما آدمی که فقط هم رنگه، هر چقدر هم که توانایی داشته باشه اونا رو پنهون میکنه، چون نمیخواد از بقیه متمایز باشه، نمیخواد خطر کنه، نمیخواد دیده بشه. تنها کسی که به خودش دسترسی داره و خودش رو واقعا میشناسه میتونه مستقل فکر کنه، میتونه سوال بپرسه، میتونه به وضع موجود نبگه، میتونه جرأت کنه، شجاع باشه، حتی اگه تنها باشه. اون ضرب المثل معروفی که گفتم، هر چقدر هم که از دل یه فرهنگ قوی اومده باشه بیرون، بزرگترین دشمن رشد فردیه. چون انسان فقط وقتی انسان میشه که خطر کنه، از ترسش عبور کنه، تصمیم بگیره که خودش باشه، حتی اگه با بقیه فرق داشته باشه. و اینجاست که وارد یک سرزمین نو میشه، یک جایی که مال خودشه و اونجا لذت میبره، مختص خودشه. اونجا همون جایی که آدم واقعا خودش میشه.